هشدار، این ویدیو بر اساس یه داستان واقعی ساخته شده. یه داستان خیلی خیلی واقعی. امروز گند زدم. قول میدم بازی بعدی بهترین باشم. نمیذارم این اتفاق ادامه پیدا کنه. این ساده ترین ریاکشنیه وقتی یه جایی میری که تا حالا نرفتی اما توی ذهنت فکر میکردی بهترین جای دنیاست، اما نمیدونی داری پا توی چه جهنمی میذاری. فکر میکنی همه چی رو میتونی درست کنی. فکر میکنی اوضاع قراره بهتر بشه، اما اینم یه اشتباه دیگه است. دنیا مسیرتو تغییر میده و بعد از اون همه آمال و آرزو سر از بتیس در میاری. اما انگار اونجا شرایط خیلی فرق داره. اینجا خیلی خیلی حالت بهتره. جایی که فکر میکردی بهشته در واقع جهنم بود و جایی که فکر میکردی جهنمه در واقع برای تو بهشت بود. آنتونی که انگار احیا شده تونست توی بازی سوم برای تیمش که پنالتی بگیره، پاس گل بده و حتی گل بزنه. Cruzamento, jogada ensaiada lá pra segunda trave, bola ajeitada pelo meio, sobe, afasta o Aramburu, a sobra do Antony! انگار بعد از این اتفاق دلش میخواست یه چیزی رو به منچستر بگه. منچستر یونایتد سعی داشت کریر منو نابود کنه، اما من سرسخت‌تر از این حرفام. عاشقتم بتیس.